به نام خدای سب کابینم همینطوری راست شکمتو گرفتی رفتی تو شروع برنامه یه علامتی چراغی چیزی بی هوا که نمیشه. حالا برو دوباره شروع کن، به پایین دفعه نمالی. به نام خدای بزرگ و مهربون و با عرض سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز، با برنامه پایش در خدمت شما هستیم. بس دیگه تو هم با این اسم برنامه پایش 4 تا برنامه تو ما اجرا بکنی میشه 4 پایش. حالا بحث رو شروع کن. میرم بحث که مشخصه موضوع داغ بحران هاست. تا هم لازم نیست که همه بحران ها رو بگی، بخوای اسم همه رو بگی وقت برنامه تموم میشه. کلا هر چی که به حال و هوای مقام عظما برگرده رو صحبت میکنیم اینجا. حالا شاید که مثلا یه کمی دردشون این وسط ساکت بشه. ما در این برنامه در مورد هر اونچه که در این راستا وجود داره کمک میکنه، بایدها و نبایدها و بایسته ها و شایسته های اون با شما گفتگو میکنیم. این برنامه یک برنامه 100% تعاملیه. در این برنامه ما چیزی خاصی رو نمیگیم. باز من یه دقیقه تو رو ولت کردم که تسبیح بچرخونم، تو از جاده خارج شدی. یه چیزی میگم بهت بر نخوره ها، در مثل مناقشه نیست. هر نوع شباهتی بین این چیزی که میخوام بگم با وضعیت تو هر چقدر که زیاد باشه اتفاقیه. شوتر ریش پروفسوری گذاشت رفت جنگل، شیر خوردش. از شیر پرسیدن چی خوردی؟ گفت والا بز خوردم ولی نمیدونم چرا مزه خر میده. به دل نگیری ها، خواستم یه چیزی بگم که یه کمی همچی حالت بهتر بشه. میدونی فرق من دکتر با تو چیه؟ خب نمیدونی. آدم وقتی حالش بد میشه دکتر رو میبینه، ولی وقتی تو رو میبینه حالش بد میشه. خب با مهمان محترم برنامه امشب بیشتر آشنا شدید. البته شاید آقای دکتر نیاز به معرفی هم نداشته باشن، همه مردم ایشون رو میشناسن. آقای دکتر خیلی به برنامه ما خوش آمدید. اون که معلومه، تازه برنامه رو هیچی نشده ریخت تو جیب خودش ناکس. برنامه شما نخیر، برنامه ما. آدم میاد اینجا باید حواسش نصفش اقلا به جیبش باشه که جیبش رو نزنه. به هر حال یه چیزی که معلومه از تو سوال درست حسابی در نمیاد. خودم مطرح میکنم سوالو. بحث شکست مذاکراته. این همه کار کردیم، آمانو دعوت کردیم، جلیلی فرستادیم، همه برای این بود که یه چیزی درست بشه. آخرش هم دوباره تحریم تصویب کردن و همه این اتفاقاتی که افتاد که نمیخوام وارد بحثش بشم. پس فایده این جلیلی چیه این وسط؟ خود همین جلیلی دفعه آخری که رفته بود اروپا از یک دانشمند زیست شناسی پرسیده بود، گفته بود فایده این کرم به این کوچیکی که اونجا رو زمینه چیه آخه؟ دانشمنده گفته بود که تو این اولین باره که این سوالو میکنی، ولی این کرمه روزی 3 بار همین سوالو درباره تو از من میپرسه. اما بحث اصلی، چرا من خودم شخصا وارد نشدم که راهنمودایی در صحنه بدم به این جلیلی و اینا، به جای اینکه آدرس کلی بدم بهش بگم بیا 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 هوب اینجا برو اونور، اینجا اینجوری بکن. اولا چون عقلم میرسید میفهمیدم که تو هر میدونی نباید آدم خودشو وارد بکنه. بعضی وقتا ممکنه میدون مین باشه. ثانیاً به این دم و دستگاه صالحی و این دم و دستگاه که نمیشه راهنمود داد. راهنمود به درد کسی میخوره که یک کمی شعور داشته باشه، راهنمود بگیره و بره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که دکتره به مریض گفت آقا تو کف پات صافه، برات یه جفت کفش می‌نویسم. مریض گفت آی دکتر قبل از غذا یا بعد از غذا؟ اما بحث آخر رو بکنم و بریم، چون که اصلا حوصله تو رو ندارم با این وضعیته. داستان خیلی ساده است. اوضاع بیریخته. میری مذاکرات میبینی بسته پیشنهادی سیخ داره، قضیه هسته‌ای بدجور بیخ داره، کرسی مقام عظما میخ داره. پاشو کاسه کودتو جمع کن، برو دنبال کارت که خودم بحثا رو کردم.